های چطورین؟ به کانال من خیلی خوش اومدین و به این ویدیو هم خیلی خوش اومدین که خیلی ذوق دارم براش و خیلی خوشحالم. این ویدیو یوتیوب های اخیری که میذارم همش خوشحالم و ذوق دارم. ویدیو پیرسینگ هم اینجوری بود. الان بچه‌ها خب دیگه حتما از کاور فهمیدین به ولاگ اتاقم خوش اومدین. البته اینو در نظر داشته باشین که این ولاگ روم تور نیست و ولاگ خرید بر اتاقم. میخوایم با هم بر اتاقم کلی وسایل بخریم و اونا رو با هم بچینیم و برای هم کلی کار داریم و من الان چون خیلی عجله دارم موهامو هم نمیتونم سشوار بکشم و میخوام همینجوری برم. فعلا تو اتاق هیچی نیست و من فعلا هیچی نگرفتم، یعنی بخاطر اینکه میخواستم این ولاگ رو شروع کنم و بعدش با هم بگیریم و چیز خاصی نگرفتم، یعنی چیزی نگرفتم و الان یه چیزایی که لازمه رو با هم بنویسیم، چون من یادم میره همش باید بنویسیم توی دفتری گوشی. بعد چیزایی که لازمه رو بنویسیم و اونا رو دیگه بخریم. بچه اومدم اینجا یه جایی بشینم چون اتاقم خالیه، جایی نشستن نیست و الان چیزایی که لازمه رو بنویسیم و بعدش بریم. خیلی عجله دارم، همیشه خدا عجله دارم. خب بچه تخت باید بگیریم، تخت، بعد فرش. از این قالی کوچولوها میتونم بگیرم، فعلا نمیتونم. اول میخوام تختمو بگیرم، بعدش همون فرش رو بگیرم، چون نمیخوام فرشم زیر تخت باشه. من میخوام اندازه که هر چقدر که مون اندازه همون میخوام فرش بگیرم، چون برای خونه فرش گرفتیم. مامانم خیلی اصرار کرد که تو هم الان بیا بگیر و من نه میگفتم اول میخوام تخت بگیرم. بعد لوسترم میخوام بگیرم، بعدش آپرده، بعد دیگه چی لازمه؟ میز و صندلی. اینا اتاق چیز میز بگیریم، مثل پوستر یا نمیدونم همون چیزا دیگه، واسه از این هرچی اتاق میذارن، نمیدونم از این جیگل بگیریا چی بگیرم. فقط همینا لازمه. الان تخت خواب شد، فرش شد، لوستر، پرده، میز و صندلی، فقط همینا. دیگه چی لازمه؟ من فعلا بچه همینا رو نوشتم. حالا اگه بازم چیزی لازم بود مینویسم و حتما به شما هم خبر میدم. خب دیگه بریم خرید، میبینمتون. تختم رسید بعد 10 روز. حالا بیایم بهتون نشون بدم. بچه ها قبل از نشون دادنم حتما بهتون اول چه بدم که چه جور شد و چرا شما اصلا هیچی ندیدین. درباره خرید باید اینو بگم که اصلا خریدی نبود که انجام بدم، اصلا هیچی اونجوری که فکر میکردم نشد. یعنی مثلا یه لحظه، باز من با این گوشی همیشه مشکل دارم. رفتیم تخت ببینیم. فکر میکردم که تخت آماده است و همونجا میگیرم میایم خونه، ولی اینجوری نبوده. باید سفارش میدادیم که 10 الی 15 روز آماده میکردن همه جا. اینو گفتن و البته جایی هم بود که آماده بود و گفتن که همین الان میاریم واسط، ولی من خوشم نیومده بود از مدلاشون، به خاطر اون دیگه سفارش دادیم و بعد فکر کنم 10 15 روز اومد و الان بهتون نشون بدم اتاقو. بچه‌ها الان اینجوری تخت رو نشون میدم، ولی اتاق هنوزم خالیه. میبینین که فعلا هیچ چیزی نگرفتم، فعلا فقط تخت اوکی شده و تختم هم این شکلیه. فعلا این هم واسه من نیست بچه‌ها، فعلا همینجوری لحاف ایناش هم نخریدیم، واسه قبلیه رو اینجوری گذاشتیم که فقط این تشک کثیف نشه. از اینجا هم خاموش روشن میشه و پریزم داره. مهمترین چیز تخت پریزم داره، این که این قسمت رو نگفتم و تختم هم دو طرفش هم اینجوری کشو داره. من کشودار خواسته بودم. چقدر سیاه دیده میشم، چقدر نور بده. خب بچه الان تخت رو که دیدین و پرده هم اوکی شد. ویدیوی پرده رو هم واسهتون گذاشته بودم. دیگه چی میخواستم بگم و بچه آره دیگه الان تخت اوکی شد، پرده
وای دفتر لیستم که نیست، با هم تیک بزنیم لیستو، چون الان مراسم داریم خیلی سرمون شلوغ و الان هم دارم فقط بدو دارم ویدیو میگیرم. به خاطر همون زیاد نمیتونم اینا رو درست کنم، فعلا همینجوری گذاشتم. بعد مراسم میافتم به جون اتاقمو کامل درست میکنیم. این مراسمو بگذره اتاقمو کامل درست میکنیم. الان اومدم یه آپدیت بدم. و برای میز هم اگه داخل اتاق جا پیدا کردم اونم میگیرم حتما، ولی فعلا که جایی نیست و ناراحتم. با مامانم اومدیم یا یوتیوب با مامانم اومدیم مستر ببینیم، امیدوارم که باز بشه. آره همین مدل رو گرفتیم. ماما نظرت چیه؟ قشنگه؟ وقت تمیزکاری اتاق. الان داشتم اتاقمو جمع می‌کردم تمیزکاری کنیم، بعدش وسایلی که اومده رو آنباکسش کنیم که این همه گل در اومد. اینا رو من چیکار کنم؟ دلم نمیاد بندازمشون، خیلی قشنگن. احتمال آخه اینو ببینید قشنگ شده، رنگشون ببینید چه قشنگ شده رنگش. چیز کنیم این فقط شاخه های خشک شده رو بردارم، همشو توی گلدون بذارم. چطور؟ گوشی داشت میافتاد. خب بریم برای آنباکسینگ چیزایی که گرفتم. رو تخت اینو بذارم که این کثیف نشه، سفیده رو تخت. این افتاد. چرا این رینگ لایت اینقدر به درد نخور شده؟ به خاطر همونم رفتیم پایه گرفتیم که اونم الان بهتون نشون میدم. میبینید که وسایلا اینجاست، باز نکردم فعلا هیچی. اینم داره میفته. اول از همه این پایه رو باز کنیم که من این گوشی رو بزنم. از این شروع کنیم، از این بازی ها. خدا این خیلی لازمه. میبینید که اصلا رینگ لایته اصلا نمیشه رینگ لایت کاری کرد، به دست نخور شده، فقط بخاطر نمیشه. این گوشی هم داره میفته. حالا این گوشی رو کجا گذاشتم؟ از این چسبونک ها گرفتم که به گوشی میچسبن. چه سختی داره میکشم، اینم همش میفته. مایستم چجوری رسمش شد؟ خدا پایه‌مون افتتاح کردیم سریع. پایه‌م اینجوریه بچه‌ها. چی گرفتم؟ فرش. البته این چیز نشون دادم ندارم، این لوستره بچه‌ها، ولی این در بیارم. من به برکارم باید بگیم بیاد که اینو وصل کنم. من از اون گرفتم تا اون باز کنم. خیلی قشنگه. اینجوریه بچه‌ها. حالا وقتی نصبش کردیم دقیق‌تر می‌بینیم. من اینو بذارم صحیح و سالم کنار، برکار بیاد وصلش کنه. بعد وصلش کرد در نشون میدم بهتون. میدونین که بلک فرایدی ایرانی ها بود. همینجا کلی تخفیف بود و منم نتونستم خرید نکنم چون خودم از کلی وقت خرید نداشتم که الان نصفشون هم نرسیده که بهتون نشون بدم، ولی چون میزم احتمالاً یکی دو روزی که برسه وقتی اون اتاقم دارم جمع جور میکنم برای میز آماده بشه که بعدش دیگه کار تمومه. به خاطر همون گفتم اینایی که اومده رو آنباکس کنیم، بعدش چیزایی که اومده دوباره بهتون نشون میدم. خب وای این اسپانی نبود. این واسه تزیین اتاقه. اینو باز کنیم. چی لازم؟ یه لحظه. بعد داره دیگه تو بلک فرایدی من هم واسه خودم کلی خرید کردم، لباس و اینا. بعد واسه اتاقم هم خرید داشتم. این بسته واسه اتاقمه. اینو قرار به دیوار بچسبونیم. اومده. من داخل شهر خودمون کلی واسه پوستر اینا گشتم چیزی که میخوام پیدا کنم ولی پیدا نکردم و به خاطر همون آخر آنلاین سفارش دادم. بعد گفت 10-15 روز بعد آماده میشه سفارشتون، بعدش ارسال میکنیم. چی بگم واقعا؟ بعد میگین کارای اتاق تموم نشد. چی بگم من؟ با ذاتم باید تمیز کنم.
این فرشا رو بندازیم امروز. راستی بچه‌ها این فرشا رو یکی بزرگتر یکی کوچیک‌تر، اینا رو از جای مختلف گرفتم فرشا رو. بعد امیدوارم که رنگاشون شبیه هم باشه، چون دو تا فرش که مثلا اون اندازه می‌خواستم توی یه جا نبود، به خاطر اون کلی چیز از داخلش. اولی رو نشون بدم. از این ریسه ستاره‌ایه، خیلی قشنگ. بعدش چی سفارش دادم یادم نیست. این بگید چیه؟ این چسب خمیریه که پوستر اینا میخوایم بچسبونیم به دیوار خراب نشه، با این میچسبونیم. از اینم 2 تا گرفتم که کلی میخوایم چیز بچسبونیم به دیوار. آخه اما این چقدر کوچیک بوده. بچه از نزدیک خیلی کوچیکه، ببین از کف دستم هم کوچیک‌تره. فکر میکردم خیلی بزرگ باشه. این شکستشی خوردن. تو عکس اینقدر بزرگ دیده میشد، اینو ببینید. البته تو فیلم منم بزرگ دیده میشد ولی خیلی کوچیکه از نزدیک. این به درد من نمیخورد. میره ناراحت شدم. تمام شد. بعد یه دونه قاب گرفتم. میگم که اکثر خریدام واسه خودم هم بود. واسه اتاقم ساعت گرفتم، خیلی به وایب اتاقم میخوره. بعد آره دیگه ساعت نمیدونم، احتمالاً اینجا رو تخت بذارم. البته رو بالای تخت نمون میاد، اونجا نذارم. اون گوشه میبینید اینجا کشو هست، احتمال بالای کشو کنار تختم بذارم دیگه. واسه تزیین اتاق اینا رو حضوری گرفتم. آنلاین هم میتونستم سفارش بدم ولی دیگه حضوری رفتم یه جا خرید کنم، از اینا داشت منم گرفتم. بعد آره دیگه از اینا 2 تا گرفتم که اتاق بچسبونیم ریسه و برگ و قرار میکنی قشنگ میشد. بعد آره دیگه 2 تا برگ مصنوعی داریم. این هم واسه تزیین اتاقه. اینا بگید چیه؟ اینا استیکر هم امروز نه. آره دیگه امروز نه، ولی فردا. دوباره چی گرفتم؟ دوباره ریسه گرفتم. وقتی اینو داشتم میگرفتم یادم نبود که اون ریسه ستاره سفارش دادم، به خاطر همون 2 تا شد. ولی آره اشکال نداره. نمیدونم این رنگش فکر کنم سفید گرفتم، رنگ زرد هم بود که فکر کنم ستاره زرد این سفیده. من نمیدونم کدومش استفاده بشه. یه بسته دیگه داریم که این چیزه، این لباسه. کلی چیز داریم. نصف بسته هم فعلا نرسیده، هر موقع که رسید اونا رو هم بهتون نشون میدم. آخه خیلی قشنگه. اینم کراپ دیگه بچه‌ها. چند تا کراپ گرفتم. یه دونه کراپ مشکی، این حضوری گرفتم. بعد دوباره کراپ داریم. این کراپ آستین بلنده که اینم خیلی لازم بود واسه زمستون. اینجوری. یعنی بعد چوب خاطر این خیلی ناراحت شدم. نمیدونم کاش ببینید این خدای خیلی کوچیکه. چیکار کنیم؟ بچه اینا رو ولش، اینا رو آنباس فرش مونده. فرش رو چیز کنیم بچه ها. من اول این اتاق رو جمع کنم، این فرشی که هست رو جمع کنم، بعدش یه اتاق رو تمیز کنیم، کفش رو بشوریم، جارو بکشیم، بعدش فرش رو بندازیم. من میخوام 1 ساعت 2 ساعت کار کنم و شما اونو فقط توی 1-2 دقیقه میبینیم. بای. وقتی اومدیم این خونه، این میدونین که این عروسک 2 طرف داره، یکیش اینجوری اخمو، یکیش هم خوشحال وایساده. بعد وقتی اومدیم این خونه اتاقم خالی بود. بعد اینو برگردوندم، همیشه صورت طرفای میستاد. بعد اینو اینجوری برگردوندم
چه شکلی شده. اینو برگردیدم اینجوری اخمون. بعد مامانم گفت این چرا اینجوری شده؟ گفتم مامان تا وقتی اتاقم کامل بشه این اینجوری وای میسته و الان هم 1-2 ماه اینجوری وایساده. کارهای اتاقم تمومی ندارن. آره دیگه وقتی کارهای اتاقم تموم بشه اینو هم صورتی میکنیم اینجوری. اینو هم روی تخت بذارم. حالا وقتی کارهای اتاق تموم شد فعلا اینو هم میبرم بریم واسه ادامه این کار. اینقدر شلوار داشته باشم؟ خدای من این همه شلوار رو کجا بذارم؟ اینقدر نمیخوام اینقدر پر دیده بشه. باید اینا رو کلا جمع کنم. کاش اینو از اتاقم بردارم. نمیدونم. لوستر هم وصل شد. وقتی من نبودم اومدم وصل کردم و به خاطر اون فیلمشون رو گذاشته بودم واسهتون. بعد آره دیگه لوستر رو وصل کردم ولی اون نئونم هنوزم نیومده. ولی اون گفت امشب میاد. حالا باز اگه چیز نشه کنسل نشه بعد الان از مغازه اومدم. وای خدای رنگارم اصلا حال ندارم ولی اومدم باز دوباره اتاقم رو تمیز کنم چون که به میزم پیام دادم این کسی که پیزا درست میکرد. بعد گفتم که آماده شده اینا. بعد گفت آماده است امروز یا فردا براتون میاریم. حالا امروز که فکر کنم ساعت 6 اینا الان امروز گذشت. فردا میزم میاد. به خاطر با اتاق کامل کنم و تصمیم های نهاییمو بگیرم که اینو کجا بذارم که میز اومد دقیق اونجا بذاریم. این طرف هم بذاریم. خدایا باید کلی فکر کنم. بعد یه چیزی می‌خواستم بگم یادم رفت. آره می‌خواستم بهتون لوستر نشون بدم. وایسین. و اینم از لوستر. بچه‌ها مهمترین و باحال‌ترین آیتمی که این لوستر داره چیه؟ کنترل داره. یعنی به خاطر تنبلا این بهترین گزینه هست که چی میشه الان بهتون نشون بدم. این مثلا شدم. وایسین از روشن کنم. ببین این خدایا فکر کن از تختم نمیخواد پاشی. از همونجا که نشستی خاموش روشن. وای دارم مثل این رفتار میکنم. خلاصه که واسه تنبلا این بهترین گزینه هستش. البته من اینو نمیدونستم بعدش دیدم. خلاصه که من تنبل نیستم میخوام بگم. بعدم این گفت که 3 مدل نور داره اینجوری. مثلا این الان نور زرده. چطوری تعریف می‌کنی اینا رو فعلا نفهمیدم. خب اینجوری وایسه. اینم از لوستر. اون روز گفتم که اتاقو میخوام بشورم اون هم نشستم یعنی وقت نشد. باید میرفتم مغازه کار پیش اومد. به خاطر اون الان میخوام زمین رو بشورم. به خاطر همون الان میخوام یه دور زمین رو بشورم. بعدش فرشا رو بندازیم. بعد یعنی میخوام ببینم که اینو کجا بذارم. اگه نشد هم که کلا برش میدارم از اتاق. خب دیگه بریم واسه تمیزکاری. اصلا حال ندارم ولی دیگه وقت نداریم. فردا میزمم بیاد یه دونه صندلی بگیرم تمام. خدایا به سلامتی تموم میشه. اصلا یا به غیر هزینه هایی که داشت کلا اذیت شدم. اصلا 1-2 ماه تموم نشده. اصلا من باش فکر میکردم کل اتاقم با 30 تومن جمع میکنم. فقط تختم 30 تومن شد. درد و نفرین به دریچه نگاه میکنم. خب اتاق رو هم یه دور کامل شستیم. فعلا کامل تمیز نشده. وایسین یه دور جارو هم بکشم. بعدش میام حرف بزنم. خب جارو هم کشیدیم دیگه تمیزکاری تمومه. الان ببینیم که چی رو کجا بذاریم. من اینجا گذاشته بودمش. حالا
ببین اینجا جاش هم خوبه واسه لباسا، ولی اگه اینو اینجا بذارم میزمو کجا بذارم؟ میزم دلم میخواد که روبروی تخت وایسه. بعد میگم اگه اینو اینجا بذاریم، بعد کنار تخت چیز بذاریم، میز بذاریم، بعد اونم نمیدونم به دلم نمیشینه. چون رو تخت لباسا اینا هست اونم جمع نکردم، باید آویز بگیرم، به خاطر اون لباسا رو اینجوری انداختم رو تخت، فعلا آویزی رو نگرفتم. هر وقت گرفتم اونا رو جمع میکنم. وقت نشد یعنی برم دنبال آویز. بعد آره دیگه الان میخوام این لباسا رو بیارم این ور. یه لحظه این گوشی رو اینجا بذارم شما کامل ببینید. اینجوری اگه کنار تختم بذارم اونم نمیدونم سنی حالتی ببینید خیلی زشت شد. از ورودی هم زشت دیگه میشه کلا اتاق اینجوریه. نمیدونم کنار تخت اصلا خوب وای نمیسته. حالا اگه میگین چرا این ورتر نمیکشی اون گوشه نمیذارم، در واقع چون میخواستم من این گوشه رو این پوستر اینا بچسبونم یه جایی باشه که ویدیو اینا بگیرم بعد ولی امروز چه فکری اومد بسرم اینقدر درباره این اتاق دارم فکر میکنم که گفتم من آینه رو اینجا گذاشته بودیم دیگه، یعنی این قسمت منظورم. میگم که باید آینه رو یه جای دیگه بذاریم، ولی آینه رو کجا بذاریم اونو؟ خب بچه ببینید اینجا حالا میز وایسه روبروی تخت میشه و هم از ورودی هم این بر حتی اینقدر میز وای میسته. بعد حالا میگم که از این قسمت آینه رو برداریم و واسه این قسمت چیز بیز بذاریم، پوستر اینا واسه این گوشه بچسبونم رو دیوار. نمیدونم باید امتحان کنیم اینا رو. حالا من اینو یکم این ورتر بکشم ببینیم چطور میشه. ولی خوب اینو اینجا بذارم، آینه رو کجا بذارم؟ جا نمیدونه که این گوشه بذارم. خوب نشد اصلا. اینم اینجوری شد. خدایا یکی نظر بده، باید از مامانم نظر بگیرم. نمیدونم به دل خودم که ننشست. ولی حالا میگم اینجا هم آینه بذارم. وایسین اینم امتحان کنیم یه لحظه. خدایا این آینه رو سالم ببرم. ذاتاً چند تاشو هم شکستم. ببین. حالا این گفتم نشه اینم میشه. اینجا که فرش بندازم. چون من بک‌گراند آینه رو نگرم بودم دیگه. حالا ببینیم چطور شده. وای خدایا مثل جمعه بازار شده دیگه. چیه خدایا چی کار کنم؟ کلا اینو باید برداریم از اینجا. کلا اینو از اتاقم باید بردارش دارم چون که جا نیست. چیکار کنیم؟ هیچی نمیدونم، از فکرام هیچی به سرم نمیاد. حالا باز فردا میز بیاد، میز رو دقیق ببینیم اندازش رو. فکر نکنم میز خیلی سنگین باشه، به خاطر همون میتونم دیگه این ور اون ورش کنم. بعد ببینم کدوم بیشتر میاد. ذاتاً به لوسترم به خاطر همون بریم فرش رو پهن کنیم. بچه‌ها من پاکت این فرش رو چیز کردم، در آوردم چون پاکتش کثیف بود، نیاوردم اتاقم باز کثیف شه. یعنی حالا میخوام فرش رو باز کنم، امیدوارم که رنگش یکی باشه. اینم درست در نیاد میشم گریه میکنم از دست این اتاق. خب نیفتان بایستی مبارکمون باشه، افتتاح شد.
درگیری دارم با خودم. یکم کثیف بوده، باید تمیزش کنیم. بریم واسه بعدی خودم یا یکی با جلوت برم. یکی هم حالا واسه این قسمت داریم کوچیک‌تر. خب برم اونو بیارم. خب اینا هم افتتاح کنیم. وای مبارک مبارک بادو حالا دستمون چی خونه هم اصلا داره. وایسا ببینیم چک کنم. شما از اینجا چه نظر بدیم هستیم؟ به نظرتون شبیه هن؟ من که فکر کنم شبیه ببینم. فکر کنم شبیه. آره شبیه هن. اینقدر چیز نکنم. خیلی گیر ندم. بعد آره دیگه. بعد میگم که این آینه رو اینجوری گوشه‌ای بذارم. بعد میتونم اینجوری ویدیو بگیرم. احتمالاً منظر خوب بیفته. حالا نمیدونم بچه اینجا خالیه. ولی واسه اینجا میز میاد دیگه. در واقع الان که این فرشو گذاشتیم این هم یکم اومد به اونجا. ولی نمیدونم اگه اون اونجوری بذارم نمیتونم رو دیوارا پوستر بچسبونم. من یه تومانی پوستر اینا خریدم. داداش چی میگی؟ باید کجا بچسبونم اونا رو؟ خب دیگه بچه‌ها بریم تا فردا وقتی میز اومد دوباره ویدیو رو باز میکنم. ماچ بتونم. خیلی قشنگ شده. 2000 years later. قلبم این اتاق منه. الان تازه بیدار شدم. البته یعنی با زنگ گوشی امونه که میخوان میزم رو بیارم بیدار شدم. میزم رسیده ولی خوشحالم. خوب شد بیدارم کردیم. و از تغییراتی که باید بگم ویدیوشو که گذاشته بودم نمونم اومد. بعدش دیگه چه تغییراتی شد؟ بچه آینه رو هم تصمیم گرفتم که کلا اینجوری بذارم، اینجوری تو گوشه بذارم، چون که نمیدونم به وایب اتاقم خیلی اومد. نمیدونم و اتاق اصلا خیلی قشنگ‌تر کرد. به شما هم حتما پیشنهاد میکنم که اگه نمیدونین آینه رو کجا بذارین به گوشه بذارین. به خاطر این آینه از پوسترها که می‌خواستم گوشه بذارم گذاشتم دیگه. خیلی قشنگ شد به نظرم و اینجوری دوستش دارم. نمیخوام تغییرش بدم. آیدی میزم بیاد صندلی بگیرم تمامه. یه بسته دیگه داریم. اینو هم بازش کنیم. آره درسته. شلواره. تو همین ویدیو داشتم میگفتم من چرا انقدر شلوار دارم. باز داخل همین ویدیو شلوار گرفتم. چرا قشنگی. الان کلا همه بسته‌ای که باید رسید. فقط یه بستمون که اونم هفته بعدی میرسه که اونم بسته پوسترامه. اون پوسترام برسن تو اتاق بذارمشون دیگه به معنای واقعی تمومه. بچه داخل این کشو هم اینجوری کردم. نگفتم که اینجوری صاف باشه، خودم گفتم که اینجوری به قول خودشون شبکه بندی میکنن. آره دیگه کشوی اول که اینجوریه. و این کشو اینم از میزم. حالا این صندلی رو اینطوری آوردیم برای رنگ سفیدش باشه. نمیدونم حالا این اومده یا نیومده رنگ سفیدش. ویدیو خیلی طولانی شد. 40 دقیقه 50 دقیقه شد. اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر بشه. و درباره ویدیو هم که اگه میگین چرا تو 3 پارتش نکردی، باید بگم که من اصلا با خود چه قیافم داغونه. مثلا بهتر شد. بعد درباره ویدیو باید بگم که من اصلا خوشم نمیاد مثلا یه موضوع رو 2 پارتش میکنن. وای خدای خیلی رو مخمه این حرکت. به خاطر همون منم میتونستم 2 پارتش کنم در واقع این ویدیو رو، ولی خوشم نمیاد. دوست دارم همینجوری زیاد باشه، 40 دقیقه 50 دقیقه باشه، مثل فیلم شد.
به خاطرمونم خیلی طولانی شد، نمیخوام بیشتر از این دیگه خیلی زیاد بشه. خب پس اینم از آخر ویدیو. میخوای کامل اتاقمو ببینی یا ویدیو بعدی؟ خب بچه‌ها اینم از این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی ماچ بهتون. خدافظ.